بعد السلام علیکم. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی آقا؟ سلامتی؟ سلامت باشید. آقای انصاری، کریم از اهواز زنگ میزنم. آقا کریم از اهواز، بفرمایید برادر عزیز و گرامی. خوبید؟ سلامتید؟ زنده باشید. انشالله خداوند به شما طول عمر بدای انصاری. سلامت باشید. آقا کریم بزرگوار از جمله برادرانی هستند که شرک و خرافات رو رها کردند و برای قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم گام گذاشتند. بفرمایید برادر گرامی. بارک شکر میکنم آقای انصاری. من میخوام یه واقعیتی به شما میگم. چند وقت پیش یکی از برادران اومد، برادر شیعه بود. درست. بعد گفت راجع به عقاید ما صحبت میکردن اینا. اینطور که بهش گفتم بابا منم خودم شیعه بودم، شما چی فکر میکنید؟ چون هر موقع بحث میکردیم میگفت شما سنی ها، شما نمیدونم فلان. گفتم آقا به من نگو سنی، من خودم قبلا شیعه بودم، از چونه شیعه میدونم، مذهب چیه. و اینکه وقتی شیعه میاد قسم میخوره یا میره برای یه امامزاده توسل میکنه، خودم این کارا رو میکردم. درست. مثلا میگفتن آقا ما این کارو نمیکنیم. خب در واقع میخواستن چیزی رو به من باور بکنن که خودم انجام میدادم. درست. میخواستن چیزی رو منکر بشم که خودم قبلا انجام میدادم. بله. حالا خدا رو شکر میکنم دست از این چیزا برداشتم. خب بله. وقتیش هم دو تا از این برادر اومدن اعلام چیز کردن، شهادتین خوندن. الله اکبر. البته به لطف خدا، الله. راهنمایی شما، برنامه شما. الله. خب و رفت آمدی که با هم داشتیم، خداوند بهشون لطف کرد، موحد شدن، از شرک خرافات دست برداشتن. و میخواستم به این دوستمون عبدالله بگم که خودش میگه من از اهواز زنگ میزنم. من میگم کسانی که نون آدم فروشی میخورن دست کمی از آقا عبدالله ندارن. نمیدونم اسمش عبدالله بود چی بود، نمیدونم. عبدالله بود. بله عبدالله بود. هر چند وقت یک بار به یه اسمی خودشو معرفی میکنه. واقعا مایه شرمه یه نفر اسم مرد رو خودش بگذاره، بعد این همه بخواد دروغ بگه، به خودش باور بکنه که انسان دروغگویه. شرم خداوند میاد. من به این میخوام یه سفارش بهش بکنم، بهش میگم زشته برای خودت بخوای بگی اهواز و یا مردم عرب اهواز همچی عقایدی دارن. نه خیر. من میخوام اینو به شما بگم آقای انصاری، خیلی تو اهواز به خصوص همزبانای من دارن موحد میشن. میدونی چرا؟ متوجه اشتباهاتشون میشن، متوجه دروغایی که بهشون گفته میشن و عقلشون داره کار میفته. میخوام بهشون بگم، به این آخوندا بگم دیگه عقل ما بسته نیست. ما آدمای روشنبینی شدیم. ما آدمایی هستیم که الان فکر میکنیم. دیگه مثل سابق نیستیم که اسیرتون بشیم، با هر حرفی بخوایم مطیع شما بشیم، نمیدونم غلام حلقه گوشتون بشیم. دیگه اون زمان اون دوره رفت. الان شبکه‌های به اسم وصال هست، نور هست، کلمه هست، وصال فارسی هست، همه اینا کمک میکنه. وصال عربی هست، داره به ما کمک میکنه. خدا رو شکر. من امیدوارم و میدونم یک روزی میاد که تمام عربای اهواز انشاءالله به لطف خداوند و یاری شما که دارید زحمت میکشید شبانه روز، من همیشه از خداوندم میخوام، نه اینکه بخوام قلوب بکنم، نه خدا رو گواه میگیرم، میگم خدایا من که در توانم نیست که بتونم به برادرانم کمک میکنم، ولی این شبکه‌ها دارن کمک میکنن. بهشون طول عمر بده، بهشون عزت بده که بتونن مردم عرب اهواز رو از گمراهی و خرافاتی که گریبانگیرشون شده سالها بتونن نجات پیدا کنن. انشاءالله. آقا کریم بزرگوار، من فقط یک دقیقه وقت شما رو میگیرم. برادری در شروع برنامه زنگ زده بودن از تهران، خیلی با حالت مضطرب و پریشانی میگفتن که این آخوندا دین رو تحریف کردن، ما رو از اسلام بیزار کردن، خیلی هم عصبانی بودن. نصیحت شما برای کسانی مثل ایشون که در وسط راه موندن، نمیدونن کدوم طرف برن، یا این فرقی که در زندگی شما ایجاد شده در زمانی که معتقد بودید به این خرافات و الان که موحد شدید، خیلی مختصر اگر بیان بفرمایید. آقای انصاری خیلی راحت، ما مثل یه ترازومونیم، دو تا کفه داره. خب یک کفش عقلمونه، یک کفش کلام خداونده.
کلام خداوند رو اگه به هر چیزی ارجع بدم، کسی که خالق منه، من میتونم راه روشن رو پیدا بکنم. درست. همین آقای انصاری. تشکر از شما. تشکر آقا کریم بزرگوار. الله سبحانه و تعالی به شما ثبات و پایداری در این راه نصیب بکنه. بارک الله فیکم. ممنون از دیدن شما، از صدای شما هم خیلی خوشحالم. من سلام منو به تمام دستاندرکارا، تمام برادرانی که که زحمت میکشن برسونید به عنوان یه برادر کوچیک. علیکم و علیهم السلام. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. خدا نگهدارتون. خدا یار و نگهدارتون باشه.